عبدالله غربتی خبرنگار 23 ساله آژانسی اطلاعاتی آزیا پلوس در دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. به نقل خبرنگار چهره حمله‌وران را او ندید چون هر دو نقاب طبی داشتند و بعد فریاد زدن او از جای حادثه فرار کردند. عبدالله غربتی باور دارد که حمله اخیر به کار خبرنگاریش ربط دارد. بله، من فکر میکنم که این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من داخل دارد، چون که من با هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفته مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم و بیش از این وقتهای آخر به سراغ من تهدیدها و تحقیرهای هم شده بود و من فکر میکنم که این ادامه انا همون تحقیرها و انا همون تهمت هایی است که سر زده بود از همون عادی‌ترین کامنت ها در زیر مطلب هایی که من نشر میکردم. مقامات ملیسا تا چه اندازه به ثبت عریضه شما مایل بودند؟ آیا باور دارید افرادی که به شما حمله کردند به جوابگری کشیده شوند؟ بیمارخانه‌ای که ما را قبول کردیم بیمارخانه رقم 3 شهر دوشنبه بود و در اونجا یک طبیب مرا دید واقعا و توصیه داد که با دیگر بیمارخانه برای تشخیص سرم مراجعت کنم و در همان بیمارخانه علاقه کارمندان شعبه کارهای داخلی آمده بودند و ما را گرفته به شعبه بردند و عریضه ما را قبول کردند. در جای حادثه رفته نشان دادم و عریضه را قبول کردند و بعد که عریضه پره نوشته شده از جانب من قبول باید میشد، اونا معلوم کردند که این محلی که من زندگی میکنم اصلا محلی به ناحیه رودکی داخل میشد و دایره صلاحیت آنها نیست و زنگ زدم به کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه رودکی و آنها دوباره آمده از نو باز من عریضه نوشتم، باز بیانات نوشتم و باز همون گونه‌ای که بار اول نشان دادم جای حادثه را نشان دادم نقل کردم و این تا نزدیک ساعت 3 شب ادامه کرد و تنها ساعت 3 شب من توانستم که به خانه برگردم. شما از تشخیص طبی گذشتید و تفتیش این حمله چگونه پیش می رود؟ صبح زنگ زده گفتن که بیایید باز دوباره در جای حادثه و تحقیق ادامه میدیم و در یکی از همون دوربین هایی که این لحظه را ثبت کرد دیده می شود که این دو نفر واقعا مرا انتظار بودند و واقعا بعد از زدن من میگریزند و بعد ماشین شیشته مثلا از جای حادثه میگریزند. متاسفانه صفت نوار خیلی بد است، نمیشه اون نفرها را تشخیص داد، اما فکر میکنم با اگر حرکت کنن کارمندان شعبه کارهای داخلی این نفرها را پیدا کردنشان چندان قین نیست، چندان دشوار نیست. از طریق نوارها یا دوربین های شهر به خطر این ماشین رقم این ماشین و این نفرها را ساده میشود پیدا کرد و من امیدوار هستم که حتما پیدا میشوند. تشکر از عبدالله غربتی که به سوالهای ما پاسخ داد. رادیوی آزادی تحقیق حمله به خبرنگاری آژانسی آزیا پلوس را پیگیری خواهد کرد.